میرسیم به سلسله مراتب کارهایی که نیاز داریم انجام بدیم تا توی آزمون موفق بشیم. مورد مهمی که باید هممون بدونیم اینه زمانبندی آزمون هستش. زمانبندی آزمون برای اینکه راحت‌تر متوجه بشیم چجوری انجامش بدیم میایم چند تا قانون رو براش تعریف میکنیم. قانون اول این که حتما سعی کنیم هر دفترچه کنکور به دور دومش برسیم و قانون دوم این که سعی میکنیم توی دور اول حدود 30% زمانمون رو ذخیره میکنیم. برای بحث زمانبندی واسه هر دفترچه حالا من یه توصیه‌ای رو برای درس زیست شناسی میکنم، میتونید ازش برای درس‌های دیگری هم استفاده بکنید. میاد این مدلی که توی درس زیست شناسی توی کنکور 45 سوال 45 دقیقه هستش. میاد به 4 تا بخش تقسیم بندیش میکنید، 3 تا بخش 10 سوالی و یه دونه بخش 15 سوالی و حدود 30% تایم از هر بخش رو ذخیره میکنید برای دور دوم. این مدلی که 10 تا سوال اول 7 دقیقه، 10 تا سوال 7 دقیقه، 10 تا سوال 7 دقیقه و 15 سوال آخر حدوداً میشه 11 دقیقه. حدود 13 دقیقه‌تون هم ذخیره میشه برای دور دوم. حالا این بحث تئوریش هستش. برای اینکه بهتر بتونید مسلط بشید باید بارها تمرینش بکنید.